در آلمان دولت چه وام‌های بلاعوضی را برای خرید یا بازسازی خونه میده. اینا اطلاعاتی هست که امروز میخوایم از جناب آقای مهندس فراز رازی بگیریم. جناب مهندس لطفاً یه معرفی خودتون رو بکنید و بفرمایید که دقیقاً زمینه کاریتون به چه صورتی هست و چه پروژه‌هایی رو داشتید. درود به همگی دوستان عزیز. من فراز رازی هستم، مهندس عمران و مدیر عامل شرکت کایس افتینس هاوس. شرکت ما در شهر هامبورگ هستش و ما در زمینه ساخت، بازسازی و گرفتن کمک‌های دولتی فعالیت داره. شرکتمون در از ما 0 تا 100 کار ساختمانی رو شرکت ما برای شما انجام میده. بسیار عالی. الان شرکت شما امسال چند تا پروژه دارن و الان چند تا پروژه در حال ساخته، توی چه زمینه‌ای؟ بله، شرکت ما در حال حاضر 45 پروژه نویبا و بشتن داریم که در حال ساخت هستش که در وبسایت شما میتونید ببینید. رفرنس های ما فامیلین هاوس هستن و اکثرا با ونانهای واحدهای بالای 20 تا 53 تا 53 تا دقیقاً 53 تا این توی بارگت هایده هستش، توی پاولین پلاس، توی سان پاولی و در جای مختلف ما الان پروژه داریم. در کومبیته چند تا پروژه داریم که در حال ساخت هستش. در لوبک پروژه داریم که 65 واحد هستش. تقریبا 90% پروژه‌های ما شامل کمک‌های فردوغون‌های کاف میشه. یعنی اگه دوستانی که تمایل به خرید خونه هم دارن میتونن با ما در تماس باشن. ما پروژه مختلفی داریم که این وام ها هم شاملشون میشه. همونجوری که توی وبسایت ما میتونن دوستان عزیز ببینن، توی وبسایت کایس افتینس هاوس توی بخش رفرنس نشون دادیم که کجاها ما دقیقاً پروژه هامون هستن، به چه ابعادی هستن. ما معمولا پروژه هامون بالای 20 واحد هستن و ما فامیلین هاوس بیشتر کار میکنیم، یعنی ونونگ. ولی خب این کمک های دولتی هم شامل ونونگ هم به چپ میشن. بله، میتونن استفاده بکنن. این 53 واحدیه چجوریه؟ 53 واحد مثلا این 53 واحدیه باید توی این پروژه توی بارگت هایده هستش. پروژه کاف فیاتسیش هستش، یعنی آپلوس، یعنی بهترین نوع خونه که بویده در آلمان. پتانسیل گرفتن 100 تا 150 هزار یورو وام کایفر هم دارن که یک پوان خیلی مثبتی است واسه واحدهایی که ما میسازیم. یعنی همه واحدهایی که شرکت ما میسازه با پتانسیل گرفتن کمک‌های دولتی رو دارن. الان این پروژه چند ده میلیون یورو فقط؟ آره، پروژه تقریبا هولوش 20 میلیون 10 تا 20 میلیون ارزش پروژه هستش. میگم همه مکتوب توی وبسایت هستش که پروژه کی تموم میشه، مشخصات پروژه. ولی خب هر سوالی هم که دوستان داشتن میتونن مستقیم از ما بپرسن. بسیار خب، بریم سر بحث امروزمون. مرسی که توضیح دادید. خواهش می‌کنم. برای وام هایی که فرمودید بلاعوض هست و در واقع دولت این کمک رو میکنه برای اینکه دوستان بتونن یک رقم خیلی بزرگ را وام بگیرن با درصد پایین و از طرف دیگه قسمت چشمگیریش هم بلاعوض. این به چه صورتیه؟ چه پروگرامی دارید براش؟ دوستان از من میپرسن ما شنیدیم که از کافه میشه وام های خوبی گرفت، ولی خب چه جوری، چی کار باید بکنیم؟ دقیقاً این ویدیو برای شماست. این سوال دارین وام های کافه چه جوری و به چه صورت داده میشه. ببینید، وام های کافه که برای معمولاً خونه هایی که باید به یک درجه خاصی از انرژی برسن، به اصطلاح افیشنس هاوس باشن، داده میشه. هم برای بشتن، هم برای خونه هایی که الان وجود دارن، هم برای خونه هایی که قرار تازه ساخته بشن. ما از خونه هایی که وجود دارن صحبت میکنیم. خیلی از دوستان صاحب خونه هستن و تصمیم به زنیقونگ خونه دارن. ما میتونیم براشون یک وام جامعه بگیریم برای ساخت اون خونه که بعداً به اون خونه‌ای که حالا وجود داره به یک فتنس هاوس تبدیل بشه. الان اصلا این کافه که ما همه جا میبینیمش، قضیه کافه چیه؟ خیلی براتون احتمالاً سوال. ببینید، کافه در اصل بانکیه که حالا کمک‌های در شاخه‌های مختلف میکنه، نه فقط بخش ساخت و ساز خونه، ولی در بخش ساخت و ساز خونه هم قطعا این سری کمک‌ها داره، این سری وام‌های خیلی جذاب داره برای دوستانی که هم قصد خرید خونه دارن، هم قصد بازسازی خونه دارن و هم قصد سرمایه گذاری دارن. این سرمایه گذاری حالا بعدا توضیح میدم که خیلی جذابه برای واقعا کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه و خیلی فرصت خوبی گذاشته براشون. قدیم این قبل اینکه پارسال دارم میگم نبود همچین پروگرام‌های مختلفی وجود داره سروش جان. برای کافه هم برای بشتن داریم اونایی که وجود دارن، هم برای نویبا. من به نظر میاد که یکی یکی و درباره پروگرام با هم صحبت کنیم که هم برای دوستان واضح بشه، چون یکی از دوستان قصد ساخت و ساز دارن، یکی از دوستان قصد بازسازی خونه خودشون دارن و اینا با پروگرام‌های مختلفی قابل اجرا هستش.
وام های کارفته فقط در صورتی داده می شود که یک انرژی بقاطع، یعنی انرژی افیسینس اکسپرت، کارشناس خود کارفته این آیدی رو صادر بکنه که شرکت ما این کوالیتی رو داره و ما هم خونه هایی می سازیم که این وام ها بهشون تعلق بگیره، هم خود شرکت ما این وام ها و این کمک ها رو برای شما میگیره. یعنی در اصل همه کار از یک دست میاد بیرون، هم سازنده، هم درخواست دهنده و هم گنیمیگون، یعنی همه کار رو ما شرکتمون آمیتن ارائه میده. آره دوستان، گفتم همونی که ایشون دارن برای خودمون همین کار انجام میدن و تا الان 20% از هزینه بازسازی رو تا الان بهمون برگردوندن که این برنامه ادامه داره. خب پس برای بازسازی خونه ها شروع بکنیم، چه پروگرامی هست و اینکه چقدرش بلاعوض میشه و چه شرایطی داره؟ بریم برای بشتن، اگه ما از بشتن شروع کنیم با پروگرام 261. من مرسی که امروز اومدید دفتر ما رو شما، خیلی فکر می‌کنم راحت‌تر میتونیم به دوستان سه توضیحات رو بدیم. همونجوری که پشت سر من می‌بینید صفحه کافه هستیم و پروگرام 261 رو می‌بینیم. پروگرام 261 برای دوستانی هستش که قصد بازسازی خونه خودشون دارن. سود وام زیر 2% هستش، اکچوال 1.22 همونجوری که می‌بینید در تصویر. تا سقف 150,000 یورو امکان گرفتن وام وجود داره. چیزی که این وامو سودش قشنگ میکنه اینه که شما از 150,000 یورویی که بابت یک ونان هایت میگیری، حالا اگر 3 ونان هایت باشه، 4 ونان هایت باشه، بابت هر واحد شما 150 تا میگیری. اگر 4 تا باشه خب به تبع 600,000 یورو میتونید. امکان این که شما از بین 5 تا 45% کمتر پرداخت بکنید، باز پرداخت داشته باشین وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 200,000 یورو وام بگیریم و ما بگیم 30% بتونیم برای شما تخفیف رو بگیریم، 30% از 200,000 یورو رو شما پس نمیدید. ولی اینکه چرا سروشان نوشته بین 5 تا 45%؟ چون به این سری فاکتورها بستگی داره، اینکه ما خونه رو به چه درجه از افیسینس هاوس میرسونیم خودش مشخص کننده این قضیه است. مثلا من مثال کوتاه میزنم، خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم. اینکه خونه به چه افیسینس هاوسی تبدیل بشه، مثلا میبینید اگر ما به افیسینس هاوس 70 تبدیلش بکنیم 10% بهشون تیرگون خصوص داده میشود. اگر به افیسینس هاوس 55 برسونیم 15 تا 20% داده میشه. یا اینکه خونه تو چه فرمی است. خیلی از خونه‌ها الان در حال حاضر میتونم به جرئت بگم 60% خونه‌های ما توی کل آلمان درجه افیسینس ها دارن، یعنی خیلی وضعیت قشنگی ندارن و خونه‌هایی که این درجه رو دارن یک حسن خوبی داره برای دوستانی که میخوان بازسازی بکنن که 10% تیرگونگ بیشتری بهشون داده میشه، 10% کمک‌های بلاعوض بیشتری بهشون میده که این خونه با این شرایط بد رو دارن درست میکنن و در هم به محیط زیست کمک میکنن و هم یک جوری کمک به صنعت آلمان میکنن که بی‌نیاز بشه از نفت و گاز و خونه بره روی برق و برق هم خودش تولید بکنه. مثلا همین این کمک ها وجود داره. الان به نظر شما فرضاً میگم، چون با مثلا خونه ما یه خونه عادی هست که توی آلمان، توی چه لولی این رو میشه رسون و چند درصد از این پرده‌ونکارا ما میتونیم بلاعوضش بکنیم؟ ببین مثلا مثال خوبی زدین سروش. خونه شما یک خونه این فامیلی هاوس یک واحدیه. ما خونه شما رو در وله اول یک زانینگوفا پلن تولید میکنیم. به واسطه زانینگوفا پلن ما دقیقاً میتونیم بفهمیم که خونه‌تون تو چه مرحله‌ایه، چه وضعیتی داره الان و چه جوری میتونیم به یک افیسینس هاوس تبدیلش کنیم. چه جوری ما خونه رو میتونیم به یکی از این درجات برسونیم. خب بهتر با قبلی صحبت میکنیم که شما چه درخواستایی دارین، چی دوست دارین، از چه ونوسوگایی دوست دارین استفاده کنید و طبق ونچ شما و طبق اینکه خب حالا پیش نیازها چی هستن ما به یک درجه‌ای میرسونیم خونه رو. ولی به طبع درجه‌ای میرسونیم که هم منطقی باشه برای شما، خیلی خرج نخواهید بکنید و از اون طرف بتونید کمک‌های خوبی رو بگیرید. وقتی که ما زانینگوفا پلن رو انجام دادیم دقیقاً متوجه میشیم چه کارهایی باید انجام بدیم و به کجا میرسیم. وقتی که متوجه شدیم به کجا میخوایم برسیم، اون موقع من شما دقیقاً میتونم بگم که چقدر کمک‌های بلاعوض میتونم براتون بگیرم و چقدر سطح وامتون میشه، چون سطح وام با اون ماسنامه‌ای که ما مشخص میکنیم رابطه مستقیم داره. پس الان نمیشه گفت، چون سوال خیلی از دوستانه که مثلا برای خونه من چقدر میتونید شما وام بگیرید، چقدر میتونید برای خونه من کمک بگیرید. ما تا قبل از اینکه زانینگوفا پلن بزنیم خب واقعا نمیشه اینو گفت. من به عنوان یک اکسپرت نمیتونم یه چیزی وقتی یک حرفی رو میزنم باید دقیقاً هم همون بشه. ما نمیتونیم شتسن کنیم مثلا بگیم حالا 100,000 یورو یا ایکس سوم من 100,000 یورو برای شما کم میکنم تا وقتی که کامل محاسبات نشه واقعا نمیشه گفت.
واسه همینه من توصیهم به همه دوستان در وهله اول زدن زانیقون فاپلنه که هم تکلیف خودشون مشخص بشه، همین که متوجه بشن دقیقاً خونه چه کارهایی باید براش انجام بده، همین که متوجه بشن چقدر کمک مالی باید بگیرن، همین که متوجه بشن چقدر هزینه خونه است. در این صورت یه سری پروتکل هم انگار افزایش پیدا میکنه اگر کسی 100% این زانیقون فاپلن یک حسن خوبش این هست که شما دقیقا میفهمید تو چه وضعیتی هستید، ولی یه حسن خیلی خوبش که واسه خیلی از دوستان این قشنگترش میکنه این که شما بالاترین کمک مالی رو میگیرید. وقتی که یک خونه یک زانیقون فاپلن داشته باشه شما دیگه بیشترین کمک مالی رو میگیرین، ماکسیموم رو میگیرین. این خب حسن خوبیه دقیقاً واسه اینکه دوستان بخوان زانیقون بکنن. در مورد پروگرام 261 دوست داشتم درباره اینم باهات صحبت بکنم. خیلی از دوستان از من میپرسن که ما اگر بخوایم سرمایه گذاری کنیم هم آیا ممکن هست یا فقط این وام شامل کسایی میشه که خونه مال خودشون هست. قدیم به این صورت بودش که شما باید صاحب خونه می بودین و می اومدین پیش یک انرژی افیسینت اکسپرت و میگفتین من میخوام خونه‌مو زانیقون کنم و ما به شما یه آیدی میدادیم و پروسه میرفت جلو. ولی الان یه مقدار تغییر کرده. الان به این صورت شده که شما یک اوبجکتی پیدا میکنید، یک مفاهیم هاوزی پیدا میکنید و خونه باید زانیقون بشه، باید بازسازی بشه. شما قبل از خرید خونه یک انرژی به قاطع میاد میگید من میخوام خونه رو بخرم و زانیقونش بکنم. ما خونه رو براتون محاسبه میکنیم که دقیقاً چه کارهایی باید انجام بشه و به شما میگیم که چقدر میتونیم براتون وام بگیریم. یک مثال میزنم که برای دوستان قشنگتر مشخص بشه. شما بنابراین بذارین که قصد خرید یک مرفامیلین هاوز 8 واحدی رو دارید. این مرفامیلین هاوز وضعیت خوبی هم نداره، یعنی پنجره و دیوار و آنلاگش وضعیت خوبی. ما شروع میکنیم محاسبات رو روی این خونه 8 واحدی. بنابراین بذاریم که ما میتونیم 800,000 یورو وام کافی واسه این خونه 8 واحدی بگیریم. من دارم میگم یعنی بابت هر بنان‌های 100,000 یورو، نه 150 تا 150 هم میشه، گفتن ما بگیم 800,000 یورو. وقتی من 800,000 یورو واسه این مرفامیلین هاوز بتونیم وامو بگیریم، وام 261 رو ببینید شما فرض بر این بذارین که ما از 800,000 یورو یک وامی که با سود زیر 2% رو میتونیم ترکیب کنیم با وام اصلی خونه. ما اوبجکت رو خریدیم 1,000,000، میایم 800,000 یورو وام کافر هم ترکیب با اون 1,000,000 میکنیم، در مجموع میشه 1,800,000، ولی دیگه با سود 4% نه، با سود 2%. یعنی چی؟ یعنی وام کافر قابل ترکیب شدن با وام اصلی خونتونه. این خیلی پایان مثبتیه. پایان مثبت دومش اینه که شما بین 5 تا 45% همونجوری که می‌بینید احتمال داره کمتر پرداخت کنید. یعنی اینکه این وام نه تنها سود برای شما سودی نخواهید داد، بلکه تازه به شما گوین هم میده. شما قطعا برگشت هم خواهید داشت. آره دیگه. اینکه وقتی شما 30% از وام کمتر پرداخت کنید، 30% از 800,000 یورو، خب یه عدد قابل توجهی میشه. یک هفته پیش ما که از دوستان می‌خواستن خونه‌شون زانیقون کنن و به من گفتن من نمیخوام وام بگیرم، سعی کنین هزینه‌ها رو بیاریم پایین که من فقط به صورت سوشوس کمک بگیرم، یعنی من انجام بدم و کمک مالی رو پس بگیرم. وقتی که من برای زانیقون فاپلن زدم و داشتم زانیقون فاپلن توضیح میدادم، تازه فهمیدن این وامی که من میخوام براشون بگیرم سودش 1% و 30% هم قرار نیست پس بدم. سودش منفی میشه. آره وقتی ما با هم حساب کردیم، من 130,000 یورو محاسبه کردم که میتونم براشون وام بگیرم و بهشون گفتم از این 130,000 یورو 30%ش هم بخشودگی بهتون میخوره و حساب کردیم دیدیم هولوهوش 39,000 یورو کمتر پس میده. بعد کلا اصلا برنامه عوض شد. گفتم خب چه کاریه، ما میتونیم وقتی کمکی رو بگیریم با اون پول درست کنیم، نه جیب خودمون، و هم نبین کوسه میاد پایینتر، هم هزینه جانبی خونه میاد پایینتر و هیچ هزینه از جیب خودمون نداریم، چرا که نه. دقیقاً کاملا. چون اسم وام که میاد خیلی‌ها فرار میکنن و میگن خب ما نمیخوایم قسط بدیم، نمیخوایم زیر بار وام بریم، ولی واقعا این وام قضیهش فرق میکنه. ما خیلی درباره وام 261 صحبت کردیم، ولی واقعا وام 261 که کافه برای دوستانی که میخوان سرمایه گذاری کنن یک فرصت نابه. چرا؟ چون شما یک اوبجکت رو میخری که وضعیت خوبی نداره، با وام های دولتی با همین 261 خونه رو زانیقون میکنیم، 20 تا 30% تا 40% اون وام هم تازه پس نمیدین. بعد از زانیقون میته بین 3 تا 4 یورو هم قطعا متری افزایش پیدا میکنن، درآمدتون میره بالاتر، ارزش ایموبیلیه نمیره بالاتر. قدیمی نمیشد فروش، ولی الان این امکان وجود داره که قبل از خریدن خونه برای دوستانی که قصد سرمایه‌گذاری دارن بیان درخواست این وام پیش ما بدن
و با فینانسیرون اصلی خرید وام اینو ترکیب بکنن، اون موقع هم سینزن کمتری میدن، هم واحد آپارتمان و حالا هر چیزی که دارن روش سرمایه‌گذاری میکنن نبنکوسن کمتری خواهد داشت، هم میتش رفته بالاتر و هم همه این کارا رو با وام دولتی انجام دادن و امکانش از قبل از اینکه شما صاحب خونه بشین این آیدی رو از من بگیرین. قبلا این امکان وجود نداشت، شما باید اول صاحب خونه میشدین و بعد درخواست این وام میدادین، ولی الان شما قبل از خرید خونه هم میتونید این درخواست رو از ما بگیرین و این آیدی رو از ما بگیرین و با وام اصلی خونه ترکیبش بکنین. همه فکر میکنن این پروگرام همیشه هست. واقعا اینجوری نیست. ما که میبینیم الان سال به سال داره کمتر میشه، سال به سال دارن سختگیری ها رو بیشتر میکنن و کمک ها رو کمتر میکنن. با صحبتم با همه دوستانیه که قصد خرید خونه دارن، قصد بازسازی خونه دارن و میخوان این کاری رو شروع کنن و تمایل دارن که از این کمک‌های دولتی استفاده کنن. همین امروز اقدام بکنید. شما برای اقدام همین امروز میتونید انجام بدید، ولی برای انجام اون کار 2 تا 3 سال بستگی به کاری که دارید میخواید انجام بدید وقت دارید. وقتی که شما امروز درخواستتون رو بدین و تایید درخواست رو بگیرین 3 سال وقت این کار رو انجام بدین، 2 سال وقت این کار رو انجام بدین. ولی اگه سال دیگه این کمک‌ها رو بردارن دیگه نمیشه درخواستی داد. روی درخواستا رو میگیرن. همونجوری که اول سال خیلی از دوستان میدونن 3 ماه همه کمک‌ها رو استاپ کردن. دیگه ما نمیتونستیم هیچ آیدی رو بزنیم، هیچ درخواستی رو صادر بکنیم. امکان داره اتفاق بیفته. خیلی از دوستان سروشان فکر میکنن همیشگیه، این کمک‌ها همیشگیه. نه، یه بودجه‌ای وجود داره. این بودجه تموم میشه. همونجوری که گفتم 60-70% خونه‌های آلمان باید زنیقون بشن و این بودجه گذاشته شده، ولی یه جای دیگه این بودجه هم تمام میشه و سختگیری‌ها رو میبرن بالاتر. همونجوری که داریم میبینیم روز به روز کمک‌ها رو دارن کمتر میکنن، سختگیری‌ها رو دارن بیشتر میکنن و به یه جایی میرسیم تا سال 2030 که یه جورایی مجبور میکنن که صاحبخونه‌ها انجام بدن. مثل همین الان که شما دارین یه خونه می‌خرید، اگر هایستونش بالای 30 سالش باشه 2 سال وقت دارین هایستون رو عوض بکنید. من رو صحبتم دقیقاً اون کسی که خونه خریده و 30 سالم هست نه اینجا رو قطع کن. من یه مثال برات میزنم سروش. شما یه خونه خریدی، هایستونش 30 سالشه. الان میتونید تا سقف 70% پول هایستونگ رو پس بگیرید. یعنی اگه یه ورم پمپ بذارین تا سقف 30,000 یورو شما میتونید 70%ش رو پس بگیرید. خیلی کمک خوبیه. الان دارن این کمکو میکنن. هیچ کسی نمیدونه سال دیگه این کمک وجود داشته باشه یا نه. خب شما که به هر حال باید تا 2 سال آینده این کارو بکنید. چرا همین امروز اقدام نمی‌کنید؟ من یکی از مشتریام گفت وای رازی من خیلی دوست دارم این کارو بکنم ولی من تانکر نفتم نصفه، باید بالاخره این خالی بشه. من بهش گفتم بذارین درخواست‌ها رو صادر بکنیم، رشته دیگه بانکو بگیریم، 2 سال و 3 سال وقت این کارو انجام بدیم. دقیقاً این کارو کردیم. الان دوست ما رشته دیگه داره، خیلی با حوصله وای میسه تا مخزن خالی بشه، بعد جابجایی انجام میده. هر گزتی هم تغییر بکنه، هر فردقون هم قطع بکنن، ایشون توی یه جای امن دیگه، یعنی نگران نیست که من الان شاملم نمیشه این کمک‌های دولتی. در کل خلاصه بخوام بگم تا دیر نشده اقداما رو انجام بدین. همیشه انقدر گل و بلبل نخواهد. خب اگر که کسی بیاد و این وام رو درخواست بده و بگیردش ولی به هر دلیلی نتونه این کار رو انجام بده، اون موقع چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد؟ پیش زمینه گرفتن این وام اینه که یک انرژی افیشنس اکسپرت آیدی صادر بکنه. تو این آیدی مشخصاتی نوشته شده باید چه کارهایی انجام بشه، چقدر حد وام هست، چقدر تیلگونگ هست ولا آخر. حالا شما میگی انجام نشه، 2 دلیل داره. یا اینکه به صورت فاخبلانو به صورت فنی نشه، یا اینکه یک دلیل شخصی داشته باشه. دلیل شخصی با جریمه قطعا روبرو میشه چون هیچ دلیلی نداره برای کاری که شما وامو گرفتین برای چی انجام نمیدید؟ پول دستت بوده. دقیقاً با اون پول شادی کارهای دیگه کردین که سودش هم 1% بوده و قطعا هر چیزی قابل قبول نیست. شما باید یک دلیل خیلی موجه واسش بیارین. چون زمانی که شما وامو گرفتین یعنی از طرف یک اکسپرت تایید شده که این خونه این کارها انجام شدنیه توش. نمیتونید شما بگید نمیشه. از این لحاظ زیاد حواسشون هست. بسیار عالی. بریم سراغ 458. این به چه صورتیه؟ پروگرام 458 برای سیستم گرمایشی خونه است. تمام دوستانی که
خونهشون روی نفت و گاز هست و یک ذره عاجز شدن از هزینه بالای سوخت خونه، دور از این کمک رو گذاشته که خونه‌ها یا به صورت برقی بشن، برقشون رو خودشون تولید کنن، یا به صورت پلت بشن. که حالا اینکه چه جوری بشن هم ما کمکشون میکنیم که چی بهتر هست براشون. ولی به هر حال برای هر سیستمی که تصمیم بگیرن تا سقف 70% از پولا پوشش داده میشه. ولی واسه یک خونه معمولی که یک واحد داره تا سقف 30,000 یورو، اگه هزینه بیشتر از 30,000 یورو بشه دیگه شامل 70% میشه. ولی به صورت صادقانه اگه بخوام بگم 70% یه ذره سخت گرفتنش، ولی 55% رو میشه راحت گرفت. یعنی من 55% راحت براتون از هزینه اون آنلاگتون، از هزینه سیستم گرمایش خونه‌تون رو میتونم براتون پس بگیرم. ولی به این صورتی که شما باید با هزینه خودتون اون 30,000 یورو رو پرداخت بکنید، ولی بعد از 3-4 ماه اون 55% بهتون برگردونده میشه. همه محاسبات، همه این درخواستایی که از طرف شرکت ما داده میشه برای این کار، 50% از اون هزینه ها رو بهتون برمیگردونن. یعنی خب خیلی دقیقاً برای ما هم اتفاق افتاده. پوان خوبیه. دست شما واقعا در نکنه از این بابت. کسبی. خواهش می‌کنم. خب شماره پروگرام 300 رو فرمودید. 300 پروگرام نویباو هستش. ما برای نویباو الان دیگه 2 تا پروگرام، یعنی دو دسته پروگرام داریم. یکی خونه‌هایی که آ پلوس هستن، آ مثبت هستن، و یه خونه‌هایی که آ هستن. قدیم فقط آ مثبت‌ها می‌تونستیم براشون پروگرام بگیم، کمک‌های مالی، حالا وام‌های مخصوص بگیم. اول از همین 300 شروع می‌کنیم که پروگرام 300 برای دوستانیه که متأهل هستن و صاحب یک فرزند هستن و این فرزند باید به دنیا آمده باشه. شامل این پروگرام میشه. سودشو من زوم میکنم یه مقدار ببینن دوستان پشت سر بنده که 25% سود این وام هستش تا سقف 270,000 یورو. خیلی پروگرام جذابیه برای دوستانی که اولین خونشون هست، تا الان صاحب ملک نیستن، یک فرزند دارن و متأهل هم نبوده، یعنی پارتنر باشن ولی فقط باید یک فرزند رو داشته باشن. این وام شاملشون میشه برای ساخت خونه، برای خرید خریدم هست. آره، شما مثلا از پروژه شرکت ما بخواید خرید بکنید که الان شرکت ما خیلی از پروژه‌اش این وام شاملش میشه، میتونید تا 270,000 یورو رو از قیمت کل خونه پوشش بدیم با این وام، با وامی که سودش صفر، سود درست نداره. ولی خب حالا این بین 170 تا 270,000 یورو چجوری انجام میشه و چرا اینقدر تفاوت دارن؟ به ازای هر بچه است. اگه فقط شما یک بچه دارین 170 تا، 2 تا بچه بیشتر، 3 تا بچه تا سقف 3 تا بچه. اگه شما یک خانواده هستین که 3 تا فرزند هم دارین میتونید 270,000 یورو درخواست بدید. یعنی یه خونه‌ای که 400,000 یورو هزینه‌شه 270 تاشو میتونید با این وام پوشش بدید. دیگه نور. آره بسیار عالی، وام خیلی جالبیه. حیف ما دستش داریم موقعیتا. حالا هم بچه نداریم هم همین که دیگه خونه اولمونی نبود اون سال 2018 2022 نه نبودش. این وام کار 300 فکر می‌کنم از پارسال بود که اضافه شد به پروگرام‌های کارفه. خب این درباره کسایی که حالا فامیل هستن و بچه دارن. حالا خیلی از دوستان خب متأهلن ولی بچه‌ای ندارن، اونا باید برن سمت کارفه 297 که الان بهتون پروگرامش رو نشون میدم. من سروش عزیز به شما آنلاین دارم نشون میدم چون درصد سودها بالا و پایین میشه. امروز که داریم این ویدیو رو توی 15/11 ضبط میکنیم، درصد سودها این هستش. امکان داره وقتی زمانی که این فیلم داره پخش میشه درصد سودها تغییر بکنه، واسه همین اکتوالن درصد سودها. در مورد وام 297 و 297 برای دوستانی هست که خودشون میخوان یک واحدی رو بخرن و خودشون هم سکونت داشته باشن. 298 برای دوستانی هست که میخوان این واحد رو بخرن ولی اجاره بدن، مثلا سرمایه گذاری باشه. ولی خب سودا به صورت مستقیم هستش، ولی خب باید مشخص بکنن که قصد سرمایه گذاری دارن یا قصد استفاده شخصی دارن. این وام تا 150,000 یورو هستش. سود این وام در حال حاضر روی تقریبا 2 هست و خونه باید آ پلوس باشه و یک سری حالا مشخصات خاص خودش رو داشته باشه.
از نظر انرژی منظورم هستش که حالا اونا همه اون کارا رو ما براشون انجام میدیم. درسته. اگر از پروژه خودمون بخوام خریداری کنن که شاملش میشه، اگر دوستانی هستن که میخوان پروژه از جای دیگه بخرن، ما بازم برای اونا میتونیم محاسبات رو انجام بدیم. برای دوستانی که زمین دارن و قصد ساخت اون ملکشون هم دارن، ما میتونیم وام براشون بگیریم در قالب پروگرام 298. ولی نه تنها ما میتونیم این محاسبات اولیه رو براشون انجام بدیم، بلکه دوستانی که مشکل دارن با بخش گرفتن گینی میکنن، مشکل دارن با ساختن اون خونه، ما 0 تا 100 رو برای شما انجام میدیم. هم کمک‌های دولتی رو براتون میگیریم، هم خودمون رو برای شما میسازیم. بسیار عالی، ممنون. پس برای در واقع ما سرمایه‌گذارها این 298 استفاده میشه. خب از نظر من، خب به مثال آدم بخواد یه کش فلوی داشته باشه از یه خونه، آپارتمان منطقی تره و خیلی از آپارتمان ها هستن که می‌بینیم که با اینامه انرژی کل ساختمان خیلی پایین است. آیا این را هم ما میتونیم ازش استفاده کنیم؟ 298 برای ساختمان‌های نویباه هستش، برای ساختمان‌های بیشتر نیستش. آپارتمان‌های دقیقاً برای دوستانی هستش که زمینی دارن و قصد ساخت اون رو دارن. وقتی که خب بسازن قطعا اون آنفورم‌ها رو رعایت میکنن، بایدها و نبایدها رو رعایت میکنن. ولی دوستانی که قصد سرمایه‌گذاری دارن 261 رو میتونن استفاده کنن برای خونه‌های بیشتر، یعنی خونه‌ای که وجود دارن. و اینکه یک نکته دیگه هم بگم، مرسی که این سوال پرسیدی. یک نکته دیگه هم به دوستانی که قصد سرمایه‌گذاری دارن، دوستانی که ونون دارن، شما کاری نمیتونید بکنید، نمیتونید استفاده کنید از این پروگرام‌ها. شما وقتی که صاحب یک اوبیکت هستید، او اوبیکت میتونه یک خونه کامل باشه، میتونه یک آپارتمان کامل باشه، یعنی صاحب کل مجموعه هستید. وقتی شما صاحب یک وانون هستین اختیاری ندارید، فقط نهایتا میتونید پنجره‌های خونه رو عوض بکنید. اونم تازه باید با سوالتون هماهنگ بکنید، رنگ و ایناشو. در کل اگر قصد سرمایه‌گذاری دارین، شما باید یک اوبیکت کامل خریداری بکنید که صاحبش باشین و بتونید همه تصمیم‌ها رو روش بگیرین، یعنی کجا رو دست بزنید، به چی دست بزنید. وقتی یه ونوم دارین شما اختیاری ازش ندارید. میشه گرفت، یعنی خب برای های اسکور پایینا میشه، زیاد نیست. اگر از سرمایه‌گذاری دارن بهتره یک اوبیکت کامل بخرن. بسیار دست شما هم درد نکنه. خب بریم سر بحث. چیزی هست تو این قسمت همچنان که بخواید بگید؟ همین که باید یه اوبیکت کامل بخرن دوستان که سرمایه‌گذاری دارن. چون من این سوالا ازم میپرسم و من یه دفعه یادم میفته. مثلا دوستی از من پرسید خب چه ویژگی باید داشته باشه؟ من بهشون گفتم هر چقدر که ونان، هر چقدر که واحدهای بیشتری اون آپارتمان داشته باشه، پتانسیلا میره بالاتر، چون ما وام ها رو بر اساس واحدها میگیریم. پس یعنی یه خونه‌ای باشه که واحد بالایی داشته باشه، یا آپارتمانی باشه که واحد بالایی داشته باشه، ها کلاس باشه، 10% رو بتونیم بگیریم، و اینکه بتونیم وضعیت انرژی خوبی نداشته باشه که بتونیم کلش رو بازسازی کنیم. با یه برآیند خیلی خوب هستش بیام. بسیار عالی، دست شما در نکنه. یه سوال دیگه هم من پیش اومد برای کسایی که فرضاً حالا یا زبشته‌ای هستن یا اصلا در هر صورت نمیخوام وام بگیرن، اینها چه کار باید بکنن؟ حالا بسیار از دوستانم هستن خب بنا به هر دلیلی نمیتونن وام بگیرن، ولی خب برای این دوستان اگر تمایل داشته باشن که فقط پنجره رو عوض کنن، فقط حالا این کارهای تک تک بکنن در قالب آینست ماستنامه، میشه درخواست کمک‌های مالی. اتفاقا من هفته پیش یک تاییدیه نهایی آوردم براتون به صورت مثال که مال یکی از مشتریای ما بودن که ما درخواست کمک‌های مالی براشون کرده بودیم. این دوستمون پنجره‌ها و سقف رو زانیقون کرده بود. در 60,000 یورو قیمت کلی کار بود که انجام دادن و از 60,000 یورو ما 14,200 رو براشون تونستیم برگردونیم. یعنی در قالب این که خودشون 60,000 تا اول پرداخت کردن و بعد 14,000 یورو بعد از 3-4 ماه بهشون برگردونده میشه. این هم موجود، یعنی کمک‌های مالی هم وجود داره، فقط نیست که بگیم فقط باید وام گرفته بشه. بسیار که نمیتونه حالا بنا به هر دلیلی وام بگیره. این معمولا تا چه سقفیه؟ ببینید این برای بابت هر واحد سالانه 60,000 یورو شما میتونید خرج کنید. یعنی اگر یک ملکامین هاوس با 4 واحد دارین، 4 240,000 یورو شما میتونید سالانه خرج بکنید و حالا بنا به هر کاری که میکنید درصد مخصوصش رو میگیریم و هزینه رو پس خواهید. بریم سراغ 263. وام 263 سروش عزیز برای ساختمان‌های نیش وانگebote و به اصطلاح تجاری، ساختمان تجاری هستش که هتل‌ها، حالا هر چیزی که استفاده خانگی نداره و مسکونی نیست میشه توی این 263 جاش داد. من پروگرام 263 رو براتون باز بکنم. این پروگرام جالبیه. من زوم میکنم که اینم باز مستند صحبت بکنیم.
میبینید سود وام میبینید صفر. درصد اینکه شما تا چقدر میتونید این وامو داشته باشید تا سقف 10 میلیونه، یعنی مثلا دوستانی که حالا صاحب یک اوبیکت هستن، هتل میخوان قصد بازسازی دارن، و برای این وام هم تا سقف 35% امکانش هست که شما کمتر بازپرداخت داشته باشین. یعنی شما خب به چه صورتی؟ یعنی شما اول اوبیکت رو به ما معرفی میکنید، ما محاسبات رو براتون انجام میدیم که چه کارهایی باید انجام بشه، حجم وام مشخص میشه، درصد بخشودگی وام مشخص میشه و شما موقع میتونید تصمیم بگیرید که دقیقاً کار رو چجوری ببرین جلو و برای این کار هم شما 3 سال وقت دارین که انجامش بدید. بسیار وام خیلی جذابی هستش. شما 263 برای کسایی که گیور بدن، کسایی که ساختمان‌های غیر مسکونی دارن و قصد بازسازی ملکشون رو دارن، 263 هم خیلی پیشنهاد خوبیه. دوستایی که بازم قصد سرمایه گذاری. پس اگر که در آلمان هتل دارید شما میتونید تا سقف 10 میلیون با 35% بخشودگی این وام برای تعمیرات و بازسازی کامل هتلتون مورد مثال وام بگیرید که جناب مهندس رازی تو این زمینه کاملا راهنماییتون میکنه. بسیار دست شما درد نکنه. نکته دیگه هست که امروز بخوایم راجع به صحبت بکنیم؟ نکته دیگه که بخوام راجع صحبت کنم، فکر می‌کنم درباره همین پروگرام‌ها صحبت کردیم، اجرایی پروگرام‌ها رو توضیح دادیم، چون خیلی از سوال دوستان بودش که درباره پروگرام‌های مختلف کارش از ما می‌پرسیدن. فکر می‌کنم درباره پروگرام‌ها صحبت کردیم، ولی می‌خواستم فقط یک نکته کوتاهی رو بگم به همه دوستانی که در آلمان قصد دارن در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنن. وام‌های کایفه بهترین فرصت برای شماست، چون هم درصد خیلی پایینی داره، هم یک مقداری شما باز پرداخت ندارین، کمک‌های بلاعوض به شما میشه و در آخر هم شما یک ملکی رو دارین بعد از زمین رو هم اجاره بالاتری میتونین بدین، هم ارزش اون ملک بالاتر رفته. این فرصت رو از دست ندین تا این کمک‌ها وجود داره. کسی نمیدونه که ماه دیگه، سال دیگه این کمک‌ها با برجا باشه یا نه، به همین صورت باشه یا نه، سختگیری ها همین باشه یا نه، و تا هست تا موجوده استفاده کنید اگر قصد این کار رو دارید. بسیار دست شما هم درد نکنه و مرسی که هم اطلاعات خوب در اختیار ما گذاشتید.